ما همه در بحثا درگیر بودیم. اگه شما باور نداشتید که حق با شماست و طرف مقابل اشتباه میکنه، دیگه بحثی وجود نداشت. اما آیا ما اشتباه نمیکنیم؟ هیچ کس در همه چیز و در همه زمانها حق به جانب نیست. تحقیقات نشان میتن که پذیرفتن این که ممکن است اشتباه کنیم میتونه به ما کمک کنه دوستان بهتری باشیم، آدمای شادتری شویم و مدافعان موثرتری برای باورهای ما باشیم. این را تواضع فکری میگن و یک نعمت است، نه چیزی که با به دنیا آمده باشیم، بلکه چیزی که میتونیم به خود هدیه بدیم. پس چرا این کار نمیکنیم؟ چرا پذیرفتن این که ممکن است اشتباه کنیم اینقدر سخت و مشکل است؟ ذهن ما ایده ها، فرضیات و تجربیات به هم گره میخورن تا تصویر ما از جهان را شکل بدن. بنابراین میتونین ببینین چرا پذیرفتن ای که چیزی که باور داریم اشتباه دردناک است. مثل یکم پلق درد میکنه و ممکن است احساس کنیم که کل حس ما از خود ما در حال از بین رفتن است. در واقع مطالعات نشان میتن که مغز ما به عملات به باورهای ما همو گونه واکنش نشان میده که به تهدیدات علیه سلامتی جسمانی ما. تمایلات طبیعی انسانی ما بر اجتناب از این تهدیدات ما را وادار میکنه با افرادی که مثل ما فکر میکنن خود محصور کنیم و همیشه همراه از اونا باشیم. مهم نیست چقدر باهوش یا تحصیل کرده باشین، هر کسی میتونه گرفتاری دام ها شود. اما ما میتونیم از این بابا خارج شویم. ایدهای ما نباید ما را محدود کنن. فقط باید به یاد داشته باشیم که برخی از چیزهایی که میدانیم اشتباه یا ناقص هستند و این نیازی نیست که با عنوان شکست احساس شود. میتونه به صورت یک آسودگی احساس شود. ما میتونیم ایده‌هایی را که مانع رشد ما میشدن رها کنیم. آمادگی برای پذیرفتن و اعتراف به اینکه ممکن است اشتباه کنیم یکی از ویژگی‌های کلیدی تواضع فکری است. تحقیقات اولیه نشان میدن که افرادی که تواضع فکری را تمرین میکنن تصمیمات اندیشمندانه تری میگیرن، روابط قوی تری با دوستان و شرکای خود دارن و بردباری بیشتری دارن که میتونه منجر به زندگی شادتر برشان شود. ما در دوران زندگی میکنیم که فشار زیادی برای وجود داره که همیشه حق به جانب باشین. اما پذیرفتنی که دانش ما ناقص است ضعف یا نادانی نیست، بلکه برعکس است. یه روز را به فرصت برای یادگیری و رشد تبدیل میکنه. در واقع نشان داده شده که افرادی که تواضع فکری را تمرین میکنن در تشخیص استدلال های قانع کننده بهتر هستند. این به این معنی است که شما میتونین مدافع موثرتری برای باورهایتان باشین. چه رقم به ای که اجازه بدین به ای که اندیشهایتان به چالش کشیده شوند. روش علمی از ما میخواهد که هر ایده را آزمایش کنیم، هر نظریه را زیر سوال ببریم و این انضباط مسئول بسیاری از پیشرفت‌های انفجاری امروز است که 2 قرن گذشته را تعریف کرده. تواضع فکری امان اصلی است که به فردا اعمال میشه. همواره درک خود از جهان و خود اصلاح میکنه. شخصی که اکنون هستین فقط به این دلیل وجود دارد که شخصی که قبلا بودین مایل به رشد چیز جدید بوده. تواضع فکری همان تمایل است. به ما اجازه میده که به طور مداوم درک خود از جهان مرور کنیم و کم کم آن را بهتر کنیم.